آرلوند. میدونستی که آرلوند برای شرکت در اولین مسابقهش حتی یه دونه لباس زیر ورزشی نداشته و اونو از یکی دیگه بدنساز قرض میگیره؟ میدونستی که صبح تا شب پدر مادرش بهش میگفتن که از بابت داشتن همچین فرزندی شرمسارن و احساس ناامیدی میکنن که این پسرشونه؟ اگه نمیدونستی تا آخر این ویدیو همراه من باش. اتریش دهه 1950 میلادی. آرلوند در یه روستایی بدون هیچگونه امکاناتی بزرگ شده و سختی‌های بسیار زیادی رو تحمل کرده. حتی یه دونه باشگاه هم تو اون روستا نبوده. پدر آرلوند یک افسر پلیس بود و خیلی اصرار داشت که آرلوند هم همین سبک زندگی رو پیش بره و افسر پلیس بشه و یه زندگی معمولی با یه همسر معمولی و تا آخر عمر کنار هم خوش بشن. یعنی یه زندگی معمولی داشته باشه. تو اتریش بچه‌ها شرط شده بودن، یعنی هر راهی که پدر و مادر رفته تو هم باید میرفتی، اما آرلوند اینو نمیخواست. اما یک روز روی یه دونه مجله عکس رج پارک رو میبینه. رج پارک زمان خودش هم بازیگر بوده هم بدنساز حرفه‌ای. اونجا بود که رج پارک میشه الگوی آرلوند. پس دیگه میفهمه که هدفش از این زندگی چیه، میخواد چه کاری انجام بده. روی اون مجله نوشته بود که رج پارک برنده مسابقات پرورش اندام هرکول شده. پس آرلوند گفتش که اگه اون تونسته پس منم میتونم. اینجا بود که شروع کرد به ورزش بدنسازی، اما وسایل بدنسازی نداشت. پس با وزن بدنش شروع کرد به بدنسازی. بارفیکس، شنا یا هر چیزی که میتونست انجام میداد. ورزش با وزن بدن. کل مردم روستا صبح تا شب اونو مسخره میکردن. باباش میگفت باعث شرمساری من شده، ای پسر احمق، چی کار داری میکنی؟ همه دارن مسخرهمون میکنن، بس کن دیگه. تو رو چه به بدنسازی؟ بابات بدنساز بوده، ننت بدنساز بوده، تو رو چه به بدنسازی آخه؟ همسایه‌ها میگفتن تو یه احمقی بیش نیستی. پدرش از هر راهی که تونست وارد شد تا آرلوندو منصرف کنه. در سال 1965 در سن 18 سالگی آرلوندو با چند تا ارتشی آشنا کرد تا اینکه برای همیشه راننده تانک بشه، چون باباش میخواست که مثل خودش باشه، اما اون میخواست عضلانی ترین مرد جهان بشه. از اینجا به بعد چالش برایش اینجورکی بود که چجورکی توی اون پایگاه نظامی ورزش بدنسازی انجام بده، چون توی اون پایگاه هیچ کسی این کار قبول نداشت. اما میدونست که هدفش چیه و در راستای هدفش قدم برداشت. هر روز باید ساعت 5 صبح از خواب بیدار میشد. اون شده بود مسئول تمیز کردن اسلحه ها. همه اسلحه ها رو باید تمیز میکرد و میذاشت سر جاش. باید روزی 20 مایل میدویدن، پیاده روی میکردن، سینه‌خیز میرفتن، روی تپه‌ها میدویدن و تمرینات سخت ارتشی. اونم با اون پوتکین‌های سنگین سربازی. از همه بدتر این بود که شب که میرسید دیگه بیهوش میشد. اما با همه اینا روزی 3 ساعت ورزش میکرد. یعنی با تمام این خستگی‌ها روزی 3 ساعت حتما ورزش میکرد. اونم بدون هیچ گونه امکاناتی. هر چیزی که جلو چشش میدید به چشم وزنه بهش نگاه میکرد. ورزش‌های از قبیل شنا سوئدی، بارفیکس، درازنشست، ورزش با وزن بدن و هر چی که میدید میتونست ازش به عنوان وزنه استفاده میکرد. تو ارتش کسی نبود که اونو مسخره نکنه. همه بهش میگفتن تو چه احمقی هستی، چه جوری میخوای بری بشی قهرمان جهان؟ مگه الکی قهرمان جهان شدن؟ اما اون فقط تصویر ذهنی قهرمان جهان شدن توی ذهنش بود. 5-6 هفته بعد از اینکه تو ارتش بود متوجه شد که قرار مسابقات بدنسازی در اروپا برگزار بشه، در شهر اشتوتگارت، و باید هر جور که شده بود خودش به اون مسابقه میرسون. چرا؟ چون که سال بعد میشد 19 سالش و دیگه نمیتونست توی مسابقات نوجوانان شرکت کنه. باید هر جور شده بود توی این مسابقه شرکت میکرد، چون این مسابقه سکوی پرش اون بود. اما چجوری؟ هر روز داشت به خودش فکر میکرد که چجوری از این اردوگاه خارج بشم، چجوری من میتونم از این اردوگاه فرار بکنم و برم به اون شهر دیگه. از یه طرفی مسابقات بین المللی بود، از طرف دیگه اگر که از این اردوگاه فرار میکرد، از اونجایی که توی زمان آموزشش هست پوستشو میکندن. یعنی احتمال این که بنزنش انفرادی بنزنش تو زندان خیلی بود. باید یه تصمیم خیلی بزرگی میگرفت. با خودش میگفت آیا ارزشش داره که به خاطرش بیفتم زندان؟ آیا ارزشش داره که به خاطرش این همه برم تو سختی و برگردم؟ و دید آره ارزشش داره. 1 هفته مونده بود مسابقات، دیگه خواب به چشاش نمیومد و همش داشت رویای خودش رو مجسم میکرد، اینکه رفته روی سکو و اول شده و قهرمان شده و به خودش میگفت اگه رج پارک تونسته موفق بشه پس منم میتونم. اما 2 تا چالش بزرگ سر راهش بود. 1 چجورکی از این اردوگاه فرار کنه بدون اینکه کسی بفهمه. 2 چجورکی از کشور خارج بشه، چون که لب مرز همه رو میگشتن، همه سیر تا پیاز طرفو در میآوردن.
پس تصمیم میگیره که با قطارهای باربری حرکت کنه، یعنی به صورت مخفیانه خودش وارد یه قطار باربری کنه. اینجوری به جای 26 ساعت تو حرکت بودن ظرف 5 ساعت میرسه. بله، بالاخره تونست از اردوگاه فرار کنه و خودش به اون شهر برسونه. سرانجام در بعد از روز مسابقه رسید به اون شهر. وقتی که رسید اونجا نه شورت ورزشی داشت نه فیگور گرفتن، هیچی بلد نبود. منتظر شد تا یکی از بدنسازا ورزشش تموم شه، یعنی از روی استیج بیاد پایین، شورت اونو قرض گرفت و رفت بالای استیج. حالا که فیگور بلد نبود، همینجوری هر فیگوری که میتونست از خودش در می آورد و میدید که یکی پس از دیگری تماشاچی‌ها دارن تشویقش میکنن. درسته که فیگورش خوب نبود، اما بدنش که فوق‌العاده بود. وقتی میدید با هر فیگورش تماشاچی‌ها انقدر تشویقش میکنن، کلی اعتماد به نفس میگرفت و میتونست که بهتر حرکات اجرا کنه. کم کم دید نفر دوم انتخاب شد، نفر سوم انتخاب شد و دید که خودش رو دارن صدا میکنن به عنوان نفر اول. بله، آرلون نفر اول شد تو این مسابقه. خیلی شوکه شده بود که تو مسابقه اولش تونسته اول بشه. خیلی براش شوکه کننده بود. چرا؟ چون همه اینا رو فقط توی رویاهاش دیده بود، ولی امروز داشت توی واقعیت میدید. یعنی برای اولین بار تونسته بود که حسش کنه روی استیج رفتن و اون جام قهرمانی گرفتنش رو. از اون روز به بعد دیگه مسیرش کاملا واضح شده بود. فهمیده بود که از این دنیا و از این زندگی چی میخواد. جامو گرفت و کوله بارش رو بست و رفت به سمت اردوگاه. گفت خدایا حالا چجوری که برم تو اردوگاه کسی نفهمه. وقتی که داشت دزدکی وارد اردوگاه میشد، نگهبان مچش گرفتنش و بردن پیش فرمانده ها فقط میدونستن که فرار کرده، اما نمیدونستن فرار کرده کجا رفته و میخواسته چه کار بکنه. اما بالاخره بازم باید تنبیه میشد. آرلون رو فرستادن به انفرادی. بعد از گذشت چند روزی که آرلون داخل انفرادی بود، بالاخره خبر همه جا پیچیده بود که آرلون قهرمان شده. یه روز فرمانده ها خواستن که بیاد پیششون و ازش پرسیدن که آیا تو واقعا قهرمان شدی؟ و اون گفت آره من قهرمان شدم. شروع کردن پرخاشگری، شروع کردن داد و بیداد که چرا این کارو کردی، چرا فرار کردی و اینا. و اون لحظه آرلون ازشون عذرخواهی کرد. بعد از اینکه عذرخواهی کرد، همه این خشم‌ها خوابید و همه این پرخاشگری‌ها کمتر شد. اما باز هم شروع کردن به تنبیه اون. ولی ازش پرسیدن که چجوری تونستی قهرمان بشی؟ اون گفتش که بذار یه هندونه بذارم زیر بغل فرمانده. بهشون گفت به خاطر تمرینات سخت نظامی شما بود. فرمانده هم اینجوریه که از سربازایی که نظم زیادی دارن و تمریناتشون درست انجام میدن خیلی خوششون میاد و سعی کردن یه تنبیه کوچیک‌تر بدن به آرلون. آرلون رو فرستادن داخل آشپزخونه که صبح تا شب فقط سیب زمینی پوست بکنه، اما نمیدونستن که این یه نعمت فوق‌العاده است برای اون. چرا؟ چون دیگه توی آشپزخونه زن میتونه پروتئین مورد نیاز بدنش رو مهیا کنه. هر روز کلی سیب زمینی، تخم مرغ، استیک میخورد و اینجورکی بود که اون هر روز عضلانی‌تر و توپل‌تر میشد. کم کم الگوی سربازای دیگه شد. فرمانده‌ها کم کم اومدن کمکش کردن. جوشکارا اومدن براش وسایل ورزشی ساختن. توی اون اردوگاه در طول اون زمان 25 پوند عضله اضافه کرد. خب این هم از قسمت اول آرلوندمون. لایک و سابسکرایب یادت نره.